حسن کریمов و اکمل بوریف کمک خواهند کرد. خوب هم دسته برقچی و هم دسته نبخوری چمپیونات بوش در ابتدای موسم نتیجه های خیلی هم خوبه رو و مونیس به حیات هر دو دسته توجه میکنیم. خوب در خطی در این حالت رو اشتباه نیز میکنند. هجوم نوبتی دسته برقچی حالتی نوبازی نیست و در این وضعیت قاعده بازی ویران گردید. گلمراد حرکت زیادتی داشت. ببین اسقر داشته که بلند گردید. ضربه عزیزبک دلیف و به خطا وارد دروازه میگردد. در دقیقه خوب ما تو آخری موسم حتما تلاش میکنیم. تورید در نوارهای تکراری در میدان بازی دارد. هجوم دسته هولبوک فرصت هست و اینجا فوتبالبازان برقچی طلب میکنند که باید پنالتی تعیین شود، چون که دست تو برخورد واقعا هم به دست بازیگر دسته برقچی، ولی گپ سر اون است که دستش در حالت طبیعی بود. باقی میموند. گزارش بسیار هم خوب. ادامه حمله دسته برقچی. روبی ارمین فرصت، ولی در این وضعیت جعفر اسماعیلوف ارسالی او به داخل جریمه گاه. این حالت پورا برطرف نشده است و گل! یکی از گل های زیباترین دور پنجم لیگ عالی مملکت به هدف رسید. یونس اسمت‌اللهیف بود. ببینید که در همین حالت نگرانی دسته برقچی پورا مهران مدمینوف پس به خط حمله فرصتی نوبتی برای بازیگران برقچی و اینک بار دوم 8 لیگنر میتواند که ثبت نام شود در پروتکل بازی. اینجا فرصتی هولبوک فوتبالبازان این تیم نیز بدون تغییرات قسم دوم را شروع نمودند. امکانیت بسیار هم خوب و کوشش دوم از جانب تیم‌گران دسته هولبوک برطرف کرده شد. فرصتی نوبتی حالت نوبازی به اعتبار گرفته میشه، فعالیت خواهند کرد و شورح این رقابت باشد. من دولت خطیب زاده هستم. یک ضربه بسیار هم خوب. فوتبالبازی این دسته موفق گردید که توپ را در میدان نگاه دارد. ضربه بازیگر مذکور چندان در نزد دروازه‌اش هجوم‌های خطرناک رو ندید. فرصتی بسیار هم خوب. بعدا شنیدیم بابایف امکان دارند که زدن گل دست یابند. اینجا پیش صف است. حمله‌گر دسته برقچی قد و قامتی بلند دارد و در عکس میانه حال و شاملند. گزارش بسیار هم خوب از جانب موسی قهارف. این بعد عزیزبک دلیف ضربه را اجرا کرد و گل! اشتباهی نابخشیدنی از جانب دروازه‌بان دسته هولبوک شاهین جلیلوف نتوانست که برطرف کند. خوب بیاید به نوارهای تکراری توجه میکنیم. گزارش موسی قهارف بسیار هم خوب بود. بعدا اینجا عزیزبک دلیف ضربه را روان پرتاب به داخل جریمه گاه. فرصت هست و ببینید که فوتبال بازی دسته برقچی در روی خط توپ را زده است، نزد دروازه‌اش دور کرد. امکانیت بهترین فوتبالبازان تیم هولبوک در نیمه دوم از بین می رود. عکس الهجوم دسته برقچی فرصت به نهایت خوب. ضربه باید اجرا کرده شود، ولی در این حالت هستند عزیزبک دلیف با سرعت بلند به خط حمله می‌شتابد. گزارش بسیار هم خوب. عزیزبک دلیف کوششی رو برای انجام دادن خطریک. دلیف ضربه دلیف و خطا می رود. میدان هستند چون که عزیزبک دلیف فعلا بیرون از میدان است. هجوم دسته هولبوک سفرعلی کریموف ضربه زدهش. ضربه جمشید مرادوف هرچند ضربه بختیار چوریف از مسافه دور و خطا می رود. ارسال مسرور به داخل جریمه گاه. ضربه هم اجرا کرده شد. به همین ترتیب بیننده های عزیز وخوری دسته های برقچی شهر ایسار و هولبوک نویه بوسه در دور پنجم لیگ عالی تامین می نماید. یگانه گل دسته هولبوک رو باشد یونس اسمت‌اللهیف به هدف رساند. همکنون